سلام به شما کاربران عزیز سفارت 24. امروز با یک ویدیوی راهنمای کامل در رابطه با ویزای اتریش در خدمتتون هستیم. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. ویزای اتریش به دو نوع تقسیم میشه: ویزای شنگن و ویزای ملی. ویزای شنگن برای اقامت‌های تا 90 روز و ویزای ملی برای اقامت‌های طولانی تره. ویزای شنگن شامل ویزای توریستی، تجاری، پزشکی و ترانزیت میشه. ویزایی که برای تحصیل، کار و اقامت بالای 90 روز نیاز دارید ویزای ملی هستش. مدارک مورد نیاز: برای ویزای شنگن اتریش به پاسپورت معتبر، پاسپورتی که حداقل 7 ماه از تاریخ ورود شما به این کشور اعتبار داشته باشه و 2 صفحه خالی از مهردار نیاز دارید. عکس بیومتریک 35 در 45 میلیمتری، فرم درخواست ویزا، دعوتنامه و بیمه مسافرتی. نکته مهم این که عکس رنگی باید بدون روتوش باشه، پس زمینش ترجیحاً سفید و لباستون تیره رنگ باشه. 80% عکس رو باید سر و صورت متقاضی تشکیل بده و کمی از سرشونه شما هم باید مشخص باشه در عکس. قابل توجه خانوم‌ها این که رنگ موی شما در عکس با رنگ موی شما در زمان مراجعه به سفارت باید یکی باشه، در غیر این صورت دچار مشکل میشید. مدارکتون رو باید به زبان آلمانی یا انگلیسی ترجمه بکنید و ارائه مدارک ناقص یا جعلی میتونه درخواستتون رو رد کنه، پس حواستون جمع باشه. تمکن مالی مورد نیاز: تمکن مالی 350 تا 400 میلیون تومان برای هر نفر به سفارت اتریش باید ارائه بشه. رزرو بلیط، هتل و بیمه: رزرو بلیط هواپیما، هتل، آدرس اقامت، بیمه مسافرتی با پوشش 30,000 یورو لازمه. سفارت 24 میتونه این کارها رو در سریع ترین زمان ممکن براتون انجام بده. نحوه گرفتن وقت سفارت: وقت سفارت رو از طریق وبسایت VFS Global رزرو میکنن. باید حداقل 3 تا 4 ماه قبل از سفر برای این کار اقدام کنید. نحوه پر کردن فرم درخواست: فرم ویزای شما باید به صورت آنلاین پر بشه، اطلاعات پاسپورت، هدف سفر دقیقاً وارد بشه و یادتون نره برای کودکان زیر 18 سال رضایتنامه والدین لازمه. اشتباه در این فرم ها میتونه شما رو دچار مشکل بکنه. نکات روز مصاحبه: در روز انگشت‌نگاری سر وقت برسید، مدارک رو مرتب تحویل بدید و آرامشتون رو حفظ کنید. مشاوران سفارت 24 میتونن شما رو برای این روز آماده کنن. دلایل ریجکتی ویزا ممکنه به خاطر مدارک ناقص، تمکن مالی ضعیف، هدف سفر نامشخص و یا سابقه سفر کم رد بشه. برای اعتراض باید ظرف 4 هفته درخواست بازنگری بدید. سفارت 24 میتونه در رفع دلیل ریجکتی ویزاتون به شما کمک بکنه. سفارت 24 خدمات کاملی رو در دریافت ویزای اتریش به شما عزیزان ارائه میده. کافیه با شماره تماس 021 44 0269 تماس بگیرید یا به وبسایت ما مراجعه بکنید تا سفر رویاییتون رو به اتریش شروع بکنید. شاد و پیروز باشید.